بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما نام عامل صدمه مرگبار در دوشنبه را اعلام کرد. رهایی از دست جنگجویان طالب و داعش دهها ساکنان ولایت سریپول افغانستان به نزد خانواده‌های خود برگشتند. دهها نفر دیگر به‌نشانند. بچه ما را برده، بچه 26 ساله پاتیا خوانده، ما برای دید قربان توی میکردیم، برای دید قربان بچه ما امروز درکش گم است. کلانتر، زیباتر و بلندتر سبقت اداره و صاحبکارهای توجیک برای بنیاد انشاءات در دوشنبه بعد میر شهر تعیین شدن رستم امامعلی. سفارت ایران در دوشنبه اتهامات وزارت امور داخلی تاجیکستان را رد کرد که ایران را در برانگیختن جنگ داخلی و قتل افراد شناخته تاجیک در آن زمان متهم می‌کند. سفارت با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش شب 9 اوگوست چنین گفت: ایده‌های مطرح شده در فیلم توسط اعتراف کنندگان محبوس و به نقل از کسانی است که در قید حیات نیستند و حتما نمی توانند اعتبار داشته باشند. از این پیش و در شب 8 اوگوست وزارت امور داخلی تاجیکستان با نشر فیلم مستند ایران را در برانگیختن جنگ داخلی و جمله دست داشتن در قتل سفرعلی کنجایف رئیس پیشین شورای عالی و حدود 20 افسر پایگاه 201 روسیه در سالهای 90 متهم کرد. ایران و تاجیکستان تا چند سال پیش رابطه‌های بسیار نزدیک داشتند، ولی بعد دعوت محیدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی به تهران در سال 2015 مناسبت‌های دو طرف سرد شد. کارشناسان توجیک میگویند در صورت ادامه کردن چنین اتهامات ممکن است رابطه‌های ایران و تاجیکستان از این هم بدتر شود. در حقیقت میتواند که همین روابط، همین روشی که امروز در مناسبت تاجیکستان و ایران شروع شده است نتیجه بدتری داشته باشد. از جمله برکندن شاید روابط دیپلماتی، روابط سیاسی و مانند اینها. این وابسته از این است که هر چقدر ایرا تأثیری بیشتر برسانند، هر چقدر بخواهند که روابط بدتر شود، هم خود بدتر می شود. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. وزارت امور داخلی تاجیکستان اسم عامل صدمه مرگبار 10 روز پیش در شهر دوشنبه را اعلام کرد. با گفته وزارت در این صدمه عادل جان شریفов یک مفتش کمیته دولتی امنیت ملی نقش داشت. راننده 24 ساله روز 30 ایول از عهده اداره ماشین برآمد و 2 پیاده‌گرد را پخش کرد که یکی از آنها هلاک شد. نفر هلاک شده کارمند وزارت دفاع بود و پیوندان او شکایت داشتند که راننده بعد صدمه از جای حادثه فرار کرده است. وزارت گفت که تحقیق حادثه را دادستانی نظامی تاجیکستان بر عهده دارد. شما برنامه خبری تلویزیون آزادی را تماشا دارید. بعد بیانیه دونالد ترامپ که گفت کوریای شمالی باید تهدید به آمریکا را بس کند، پخینیان جواب داد که برنامه حمله موشکی به یک جزیره تابع آمریکا را بررسی می‌کند. جنگ لفظی بین دونالد ترامپ و کره شمالی روز 10 اوگوست هم ادامه یافت. خبرگزاری دولتی کره شمالی عباره خشم و آتش آمریکا را که دونالد ترامپ به کار برد یاوه نامید و گفت که برنامه حمله به نزدیکی جزیره گوام را از نو بررسی میکند. پخینیان میگوید قصد دارد 4 موشک میان پرواز را پرتاب کند که میتوانند از فضای ژاپن بگذرند و به پایگاه آمریکا در جزیره گوام برسند. ژاپن که شریک نزدیک آمریکا است گفت در مقابل تجاوز کره شمالی همچنان در کنار آمریکا می ایستد. حکومت ما برای هر گونه وضعی که سبب انتقال شهروندان ما به جای امن در داخل و خارج شود آمادگی گرفته است. اما این شبهه وجود دارد که در صورت پرتاب موشک ژاپن بتواند کار کند. قانونا ژاپن حق دارد هر گونه موشکی را که از فضایش به سمت گوام پرواز میکند محو نماید، ولی به گفته کارشناسان حالا توکیو چنین قدرت ندارد. در واشنگتن دونالد ترامپ در توییتر به توانایی و قدرت ارتش آمریکا تاکید کرد، هرچند گفت امیدوار است هیچگاه اسلحه اتمی آمریکا به کار برده نشود. اما در کره شمالی موضع گیری دیگر است و مطبوعات دولتی این کشور
با پخش بیانیه گفت که مکالمه با رئیس جمهوری آمریکا امکان ندارد و به ضد او فقط قوه به کار می رود. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. بعد از اسارت چند روزه دهها سوکین ولایت سریپول افغانستان از دست جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی رها شدند. جنگجویان گروه تندرو در آخر هفته گذشته پس از 2 روزی درگیری‌های شدید با نیروهای امنیتی افغان نظارت منطقه میرزا اولنگ ولایت سریپول را به دست گرفتند. بعد این به نیروهای امنیتی دستور شد که با تمام توان برای بازپسگیری این روستا اقدام کنند. مومن احمدی گزارش می‌دهد. رهایی از دست طالبان و جنگجویان داعش که در دهه این مردم بیشتر از 50 نفر را کشتند. جنگجویان بعد اشغال روستای میرزا اولنگ در ولایت سریپول بیشتر از 300 نفر از جمله زنان و کودکان را اسیر گرفتند و 235 نفر را بعد از مدت رها کردند. ساکنان رنج کشیده حال و عصبانی هستند که چرا نیروهای حکومتی سریع وقت به کمکشان نشتافتند. دولت برای ما تابو جور نکنه، کفن جور نکنه. دولت باید امنیت ما را بگیره. این چه رقم دولت است؟ والدانی که کودکانشان را ندیده بودند بعد فراق کوتاه هم اشک خود را نگه داشتن نمی توانستند. اکثر این مردم شیعه مذهب هستند. دهه آنها را جنگجویان طالب و داعش روز 5 اوگوست اشغال کردند و به گفته شاهدان دهها نفر را یا سر بریدند و یا پراندند. 100 نفر دیگر در اسارت جنگجویان ماندند. بچه ما را برده، بچه 26 ساله پاتو خوانده، ما برای دید قربان توی میکردیم. برای دید قربان بچه ما امروز درکش گم است. رهایی مردمی آسایشته بعد آن صورت گرفت که مقامات امنیتی افغانستان عملیات برای رهایی روستای میرزا اولنگ در سریپول را تقویت دادند و نیروهای علاوه‌ای سفربر کردند. اسرایی که در میرزا اولنگ گیر مانده بودند در اثر تلاش‌های مقام ولایت و پادرمیانی بزرگان قومی اونا آزاد شدند. در مرکز شهر برای فعلا اونا در خانه‌های اقارب و مساجد و منابر اینا مسکن گزین شده. کمک‌های اولیه برای از اینا صورت گرفته. در حال حاضر یک تعداد نیرو هم به وارد ولایت سریپول شده. وعده‌های حکومت هم داره عملی میشه و به زودی انشالله که عملیات بازپسگیری در منطقه میرزا اولنگ راه اندازی خواهد شد. مردم در افغانستان وقتهای اخیر حکومت اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان را تنقید میکنند که نمیتواند امنیتشان را تأمین نماید. برمیگردیم به تاجیکستان. نمایندگی صلیب سرخ در تاجیکستان میگوید تا کنون برای بازدید از محبس‌های تاجیکستان که شکایت از آنها زیاد است اجازه ندارد. این مؤسسه امدادی سالهاست که از دولت تاجیکستان میخواهد اجازه بدهد که با وضع زندانیان آشنا شود، اما مقامات گفتند که نمیتوانند آنها را هر وقت که بخواهند به محبس‌ها راه بدهند. مردان محمد با سرپرست دفتر صلیب سرخ در دوشنبه صحبت کرد و درباره گنرال زندانی غفار میرزایف هم پرسید. صلیب سرخ جهانی چندین بار از دولت تاجیکستان درخواست کرده بود که به زندانهای این کشور راه یابند. اجازه دهند که از محبوسان در زندانهای تاجیکستان دیدن کنند. لطفاً بگید که دولت تاجیکستان این درخواست را اجرا کرده است و اگر اجرا نکرده دلیلش را گفته که چرا؟ متاسفانه این مشکل حالا نیز حل نشده است. واقعا هم کمیته بین المللی صلیب سرخ به زندانهای تاجیکستان دسترسی ندارد. شما با زندانیان سیاسی تاجیکستان از جمله گنرال غفار میرزایف یا مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در زندان دسترسی دارید؟ چون گنرال غفار میرزایف رسما اعلام کرد که گرسنه نشینی میکند. با شما در این زمینه شکایت کرده؟ به هر صورت من آشکارا میگویم اگر حتی ما به زندانها نیز دسترسی داشته باشیم و اگر گرسنه نشینی و یا حادثه دیگری هم باشد ما نمیتوانستیم آن را شرح دهیم. برای چی؟ برای اینکه گفتگوی ما مخفی است، هم برای زندانیان و هم برای حکومت.
барномаро идома медиҳем. Чанд моҳ аст ки дар шаҳри Душанбе сохтмони майдончаҳо, таъмири роҳу гулгаштҳо ва намуди зоҳирии биноҳо авҷ гирифтааст. сокинони пойтахт мегӯянд чунин корҳои бо суръати ободкориро дар 2 солаи охир дар ёд надоранд. аммо коршиносон бар инанд ки маъракаи сохтусоз ва саховатмандии соҳибкорону ширкатҳо дар амри бунёди иншоот бештар ба хотири дарёфти ризояти шаҳрдори нави пойтахт сурат мегирад. Фарзон Муҳаммадӣ мавзӯъро таҳлил кард. бо таъин шудани Рустами Эмомалӣ ба симати раиси шаҳри Душанбе, идораву ниҳодҳои давлатӣ, ширкатҳо ва ҳатто соҳибкорон барои бунёди иншоотҳо дар пойтахт ба ҳам сабқат мекунанд. дар ним сол дар маҳаллаву ноҳияҳои пойтахт он миқдор майдонҳои варзишӣ бунёд шуд ки дар 10 соли охир нашуда буд. ба гуфтаи масъулони шаҳрдорӣ, ин иқдом бо як амри раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон сурат мегирад ки 48 адад вазорату идораҳо, муассисаҳо муваззаф гаштанд дар шаҳри Душанбе майдончаҳои варзишӣ бунёд карда, боғу гулгаштҳоро бозсозӣ кунанд. айни замон дар майдончаҳои варзишӣ аз 70 адад 45 адади онҳо ифтитоҳ гардиданд аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе дар намояндагии ноҳияҳо ва сохторҳои дахилдоре ки барои қабул муайян гардиданд. қарор аст сохтмон ва ободонии боғу гулгаштҳо то рӯзи истиқлолият анҷом ёбад ва дар хотима озмуни беҳтарин майдончаи варзишӣ ва боғу гулгашт низ ҷамъбаст шуда ба бунёдкорон тӯҳфаҳо супорида шавад. дар маъракаи сохтусози Душанбе шаҳру ноҳияҳо ва ҳатто вилоятҳо низ вориди сабқат шуданд. айни замон вилояти Суғд ба бозсозии боғи Айнӣ ва вилояти Хатлон ба тармиму навсозии боғи Дӯстии халқҳо ки пайкараи Фирдавсӣ дар он ҷойгир аст машғуланд. аз ҳисоби нерӯгоҳи Роғун наздик ба 700 000 сомонӣ барои сохтмони майдони варзишӣ дар Душанбе ҷудо шудааст. иdoravu вазоратхонае ки корашон ба сохтмон ва меъморӣ ҳеҷ алоқамандӣ надорад, саъй мекунанд дар шаҳри Душанбе майдони варзишӣ, роҳ ва ё майдончаи кӯдаконаеро бунёд кунанд. танҳо фурудгоҳи байналмилалӣ ташаббус кардааст ки 3 майдончаи варзиширо сохтаву ба ихтиёри сокинон гузорад. ҳамаи ин лоиҳаҳо, яъне майдончаҳои варзишӣ аз ҳисоби маблағи фурудгоҳ, дурусттараш гӯям даромадҳои иловагии фурудгоҳ бунёд сохта шудаанд. вале барои сокинони Душанбе муҳим нест ки ин майдонҳо аз сӯи кӣ ва бо кадом маблағ бунёд мешавад. Сумратшоҳ Нозиршоев, сокини маҳаллаи Аҳмади Дониш, аз он хушҳол аст ки дар як муддати кӯтоҳ майдонҳои атрофи хонаашон бозсозӣ шуда барои кӯдакону тифлон ва ҳам калонсолон шароити варзишу фароғат фароҳам шудааст. پیشتر همه جزیر بود جای شیشتن نبود، جای آن استراحت کردن نبود. حاضر بسیار شرایط مهیا شده که خدا رحمت. به اندیشه کارشناسان راهبران کارخانه و اداره ها بر اینند که دریافت اعتماد رستم امامعلی اعتماد رئیس جمهور نیز هست و از این رو سخاوتمندانه در بنیاد انشاءات ها در دوشنبه سهم میگیرند. ولی ضمن عملی نمودن این استراتژی و هدف بعضی کمبودی ها نیز مشاهده می شوند. رهبران شرکت های مربوطه یا مؤسسه اداره های دولتی و غیر دولتی گفتند که از حساب خودشان این کار را به انجام می رسانند، ولی همزمان مجبور هستند که دیگر سمت های فعالیت خود را که با تعمیر و ترمیم یا خریدن تجهیزات نو یا بهتر کردن سطح کفالت اجتماعی کارمندانشان یا زیاد کردن مزد مهنتی آنها محدود می شوند. تحلیلگران میگویند این ضرب الاجل از تعیین شدن رستم امامعلی پسر رئیس جمهور آغاز گرفته، معلوم نیست اینرسی این آبادانی دیر میپوید و یا نه. و یک خبری ورزشی هم داریم. دلشاد نظرов ورزشگری مشهور توجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به ورزش سبک که در ورزشگاه المپی لندن جریان دارد در گرزاندازی مقام ششم را کسب کرده به دور نهایی راه یافت. سبقت انتخابی اوید به گرزاندازی شب چهارشنبه 9 آگوست با شرکت 32 ورزشگر در دو گروه برگزار شد. دلشاد نظرов گرز را به دوری 75 متر و 54 سانتی متر هوا داد که این نشان داد در گروه ا نتیجه پنجم است. وی از روی نتیجه گیری هر دو گروه در بین 32 نفر ششم شد. و اخبار و گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت ما www.azadi.org و صفحه‌های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و @نکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر برای همراهی و تا برنامه فردا. خدا نگهدار.